سلام درود، حال مالتون چطوره؟ در خدمت سهیل سرب عزیز هستیم. خیلی سنگین و رنگین اینجاست براشون سرب دیگه. این چی میگم؟ سلام کن. سلام بچه‌ها، مخلصم. بفهم شما چایی تو بخور. سوالی که ما اول از همه میپرسیم اینه که خودتو چجوری معرفی میکنی؟ یعنی بخوای بگی آهنگسازی، رپری، مهندس دوابسی، یا آدمی یه گوشه دنیا داره راه میری، دوچرخه سواری، نمیدونم، خودتو چجوری معرفی میکنی؟ یا آدمم گوشه دنیا دارم راه میرم. خیلی قشنگ بود. خوشه تایتل قشنگی بود اصلا. خوشم آمد حقیقتا. آره من واقعا یه آدمم که گوشه دنیا دارم راه میرم و وسط راه به یه چیزایی نیاز پیدا میکنم، از یه چیزایی خوشم میاد، یه گلی رو میبینم خوشم میاد بو میکنم، یا آبی به دست و روم میزنم، اینجوری یه صفایی میده. آره. یعنی واسه خودت تایتلی نداری؟ سلام من سهیلم فلان. سلام من فریدم یه رپر مثلا. سلام من فریدم یه گرافیک دیزاینر. سلام من فریدم یه کارگردان هنری. من میدونم به یه چیزی علاقه دارم، به فرکانس علاقه دارم. یه چیزی که در مورد تو هست اینه که تو مهندس دوابسی یه جوری. خب میشه مهندس دیگه بس. آره. چطور مهندس خوب است؟ سلامتش مهندس همون مهندس. چند وقت پیش وسط یه پارتی بودم، یکی از همکارام بود، ای داد می‌زدی گفتی مهندس بیا وسط. این ولی یه مدت ما همدیگه رو مهندس صدا می‌کردیم و خیلی جذاب، دوره عجیب بود. یه چیزی که در مورد تو هست که واسه من سوال میشه اینجوریه که چجوری با روحیه هنری میتونی کد بزنی؟ یعنی چجوری اینو هندل میکنی؟ که مثلا من خودم دوابس انجام دادم، در جریانی مثلا برنامه‌نویسی انجام دادم و اصلا یکی دلایلی که اونا رو دیگه انجام ندادم این بود که مثلا من اینجوری بودم که واجی این مثلا این فضا خیلی خشکه واسه من، نه دوستم میذاره تر باشه آب و هوا، تراب باشه تو هوا، و ولی تو اونو داری انجام میدی خیلی ساله. این چجوری این تعادله رو نگه می‌داری؟ ببین برمیگرده به تایپ شخصیتی تو. حالا ما چند سالیه که داریم رفاقت میکنیم، من تو رو تا حدی میشناسم، میدونم که تو شغلت هر چی که باشه باید پاشی بری و میز بغلیت بگی که سلام چطوری، چیکار می‌کنی، با حرف بزن. باید حرف بزنی. حرف نزنم میمیرم، تموم میشی، نمیتونی حرف نزنی. خب مثلا یکی از جایی که کار میکردم، خانه هنرمندان که کار میکردم، دلیل اینکه مثلا خانه هنرمندان اومدم بیرون بود که تو طبقه فقط من بودم. تو بودی. اذیت بودم. آره من بهت گفته بودم اگه یاد باشه، گفتم به تو گفته بودم یا به مصطفی، میگفتم این بچه این تنهاست تو اونجا، اصلا چیز نیست واسش. آره ولی من اینجوریم که روزایی که مثلا پنجشنبه جمعه‌ای که اگه واسه خودم باشه، از صبح میشینم تو اتاقم، کار میکنم، موزیک میسازم، بیکار یعنی نیستم، اصلا نمیتونم بیکار باشم و تنهام. ببین من تک فرزندم، شاید مثلا این باعث این شده. سالها با خودم تنهایی بازی کردم، همیشه تنها یاد گرفتی که چجوری تنهایی خوش بگذره. آره یاد گرفتم تنهایی چیکار کنم که خوش بگذره و این باعث شده که خیلی دغدغه اینو نداشته باشم که الان تنهام، میدونی میشینم تنهایی کارام میشه اصلا، یعنی چیز با تنهایی راحتی در واقع. مثلا من خودم راحتم ولی نه همش دیگه، میدونی خب دیگه آدمیم دیگه، دوست دارم مثلا بعد از اینکه رفت آمدم هست، دقیقاً بعد از اینکه مثلا 3 روز نشستم گاییدم دیگه پاشم برم بگم آقا فرید کجایی، مثلا فلانیو ببین، فلانی کجایی، من برم بیرون مثلا، میدونی نیاز به بیرون رفتن هم نیاز دارم. ولی خب یعنی تو میگی که این تنها بودنه بهت کمک میکنه که اون فضای خشک مهندسی به خصوص کدری رو بتونی تحمل کنی. در واقع خشک نیست دیگه برای من، یه تنهایی و یه کار. آره دیگه خوش نیست. خوش میذاره. میگم دیگه واسه من خشکه مثلا. من اینجوری هم که یعنی چی همتون سرتون تو کامپیوتر خب وقتی آهنگسازی هم میکنی همینه. آره آهنگسازی ولی آهنگسازی یه تحرکی داره، یعنی من به نظر باز یه خلاقیت بیشتری داره.
اونم خلاقیت داره. آره اونم خلاقیت خب داره. آره. بعضی موقع یه سری مشکلات باید با خلاقیت حل کنی. آره. تو دوابس. ولی داستان اینه که آهنگسازی فهم جان شاید ندونید ولی آهنگسازی یه نوع ورزشه. چجوری؟ ببین واقعا از شطرنج بیشتر ورزشه. از ذهنی منظور. نه تو یه ای بهم برمیخوره شما میگم. تو یه بیت میزنی به یه جایی میرسه دیگه پا میشی میرقصی. همه آهنگسازا این کار نمیکنن. برای من ورزشه. برای من آهنگسازی برای سر ورزش. آره عبادت است. آره. ولی خب مثلا من دیدم خیلیا وقتی یه کاری انجام میدن کلا میرقصن یا مثلا تحرک میکنن، دقیقاً ورزش میکنن. آره من حتی وقتی خیلی گشنمه غذا بهم میرسه 2-3 تا قاشق که میخورم اینجوری میکنم بعد میخوری. آره بعد مسیر زندگی خودت ادامه میدی. ببین در حال حاضر جدا از این که حالا کار دوابس انجام میدی آهنگسازی هم میکنی. یه چنل هم زدی اسمش سور بیتسه. ما چنل هم پایین میذاریم برید گوش کنید. بیت استارز هست برید بخرید رو بیتای سولسور آهنگ بخونید اصلا و حال کنید. میدونید که من رفتم خریدم، یعنی اگه فکر میکنید من همجور خریدیم واقعا حالا دیگه میگم اصلا چیز عجیبی نیست. ما بیت استارز خریدیم. آره از بیت استارز خریدیم و بکنید این کارو حال میده. اصلا جدا از سهیل کلی آدم دیگه تو بیت استارز هستن که میتونید. دنیا عجیبیه، برید ورود بزنید لذتشو ببرید. لینکش این پایین هم. الان تو یه زندگی دوگانه داری، در واقع حتی سه‌گانه داری، درسته؟ که حالا سه‌گانه توی عرصه کار دارم حرف میزنم، حالا زندگی شخصی داری، روابط داری مطمئنا با یه سری آدم ها، اونا رو میذاریم کنار. یه آهنگسازیه، یه رپ خوندنه و یه مهندسیه، درسته؟ مهندسی نرم افزار یا دیوابس فارسیش چی میشد؟ یادم رفت. دیولپمنت بعد اپریشن فارسیش چی میشه؟ حالا ولش کن. ارتقاء اعمال. نه هر کی ازم میپرسه کارت چیه میگم کار سرور و اینترنت و اینا. بهترین توصیه. کدومش انا اولویت داره واسط؟ یعنی یا برنامه‌ای اصلا هدفت اینه که تو اینو جدی‌تر بگیری؟ من تو ستاش درگیرم حقیقتا. آره اون که عضو جدا نشدنیه به هر ستاش. من آهنگسازی که میکنم حالا نیازم بوده در ابتدای قضیه. مثلا ما رپر بودیم، من یادمه دیگه اون موقع مثلا من چه سالی یادته؟ اونجا با دبیرستان بودم دیگه، 90 بوده دیگه. آره شاید 15 سال پیش 16 سال پیش. کامپیوتر نداشتم تو خونه، میرفتم کافینت، سایتی که توش بیت باشه هم خیلی سخت گیر میومد. یه وبلاگ بود، بلاگ اسکای، یکی بیت میذاشت میرفتم از اونجا دانلود میکردم. آره اونم اتفاقا یه جا دانلود میکردم. من دانلود میکردم، رایت میکردم تو سی دی، میومدم خونه دیگه عشق و حال بود. یعنی توی 15 سالگی شروع کردی رپ نوشتن در واقع؟ آره. چند سالگی اولین آهنگتو دادی؟ اولین آهنگمو 18 19 سالم. چه سالی میشه؟ این دیگه 90 میشه دیگه. 87 88. من شنیدم تو قبل 90 کار داشتی. آره. من از ببین این که میگه 15 سال پیش میشه دقیقاً میشه قبل میشه 89 88 دیگه. این چه میگم 15 سال پیش. آره. 1402 ایم. آره. سه تا اون ور بیا این ور تمام دیگه. آره. میشه 87. حال کردی چجوری حساب سه تا اون ور بیا این ور تمام. دیگه اینا که اینجوری ریاضیات حل میکنن. چی میبینی؟ آره. آره بعد مثلا اینجوری بودش که میومدیم چیز میکردیم از یه جایی به بعد دیگه یکی مثلا افل رو معرفی کرد بهمون، بعد بلد نبودیم کار کنیم. عجیب بود اصلا. زبانمون هم تو بوق بود. یکی رفت هلپ افل رو خوند و فلان. آره مثلا منبعی هم نبود که بره مثلا یاد بگیره. آره دیگه اصلا اینترنت اونقدر به معنی الان وجود نداشت. آره کا 700 بود اون موقع گوشی ها. کا 750 کا 750 و من WH10 داشتم اون موقع. نوکیا N73 اونا رو پولدارا داشتن. یه بحال آره پولدار بودی. رفتی تو افل، یعنی گفتی مثلا یاد بگیرم آهنگسازی کنم. آره یعنی لاجرم بود و حتی میکس هم همینطور. میکس مستر مثلا ما کسی نداشتیم یا پول نداشتیم پول میکس بدیم، اینا رو رفتیم یاد گرفتیم. و از یه جایی به بعد دیگه میچسبه بهت، یعنی دیگه حال میده اصلا دیگه حال میده. آره
جدا از اینکه لازمش داری حالم میده یه کرمی هم داره که باشم این ملودیه که تو ذهنم رو یه بیت بزنم اصلا دیگه. یا این آهنگه که مثلا دیشب تو سپاتیفای شنیدم. سپاتیفای چیه؟ نه اینجوری سپاتیفای یا آهنگی که دیشب تو مثلا سپاتیفای شنیدم بیام مثلا سامپل کنم. و اینکه در واقع اینجوری شد که آهنگسازی اومد تو زندگی چسبید. خب ولی حرف من اینه تو زندگیم که ببین اینو داشتم میگفتم اول که رپ شروع ادامه داره. آره و از طرفی هم رپ کردن من با نظر مثبت یه سری آدم روبرو شده بود که این برام خوشایند بود و سنم هم کم بود و این یه ذره چیز دیگه، یه جوریه دیگه خیلی حال میده. آره مثلا یه بزرگترین رپر اون موقع یهو بهم زنگ زد. کجا آهنگا پابلش میشد؟ فیسبوک یا مثلا تو مثلا مدیا فایر میذاشید بعد لینک میذاشید فیسبوک؟ مدیا فایر اصلا فیسبوک اون موقع نبود که من رپو شروع کردم. بوده تو نمیشد؟ نه نبوده. آره نبوده. وقتی اومد ما سویچ کردیم روی فیسبوک. رپرها هم سویچ کردن رو فیسبوک. اون موقع یاهو مسنجر بود، ما روی استاتوس یه چیزی داشت به اسم استاتوس. خب این بده که یه خیلی از آدمایی که میبینن نمیدونن یاهو مسنجر چیه، نمیدونن دپلیکیت شد دیگه، مثلا کلا جمع شد. آره کلا رفت خونه‌شون. لینکو میذاشتیم اون بالا، میگفتیم که آقا فلان. بعد حالا یه سری سایت هم بودن ایمیلاشونو برمی‌داشتیم، ایمیل هم می‌کردیم که حالا معمولا هم نمیذاشتن دیگه. مثلا سایتای و میرفتی تو چت روما، اون آدمی که تو اون چت روم بود میومد رو پروفایل شما میدید مثلا اینجا لینک نه تو چت روم نمیرفتم چون کار خیاری بود، پابلش میشد. این رپر بودی سیستم. آره سالم اینه که چجوری پابلش میشد، یعنی مثلا اوکی گذاشتیم اونجا یه سری آدم بالاخره باید به آیدی سویل سورب مثلا دسترسی پیدا میکردن تا بتونن رو لینک کلیک کنن دیگه. چجوری میرسیدن به اونجا؟ خب تو یه کامیونیتی داشتی اونجا که مثلا توش رپرها مثلا بودن، عدت میکنه، نمیدونم حالا اون موقع اسمش چی بود، فرند میشدی باهاشون، اونا استاتوس تو رو میدیدن، تو استاتوس اونا رو میدیدی. بعد اینکه الان مثلا شیر استوری میکنیم، اون موقع حال میدادن لینک تو میذاشتن تو استاتوسشون. آره میگفتن آهنگ مثلا سویل سورب، آهنگ بامداد، نه فلان. دمشون گرم. چه کامیونیتی تمیزتری بود مثلا، خیلی کوچیک بود و خیلی عجیب بود. هوای همو قشنگ داشتن. آره دیگه. آره الان میگه با قدیم ندیمای یه صفای دیگه. آره سیف فیلمای ایرانی که نشون میده. و اینجوری شد که تو اومدی رسیدی. حاجی من رفتم تو خاطرات. آره اوکیه رفتی تو خاطرات. میخوام یه دقیقاً میخواست گفتی خاطرات و یادت که خاطره افتادم. الان گم میگه نچ واسه من. نه چرا پاکش کردی؟ پاک که فکر کنم آرشیو کردی. آره آرشیوه. من به سانکلادم دسترسی نداشتم. آره یادم. آره و نامه‌نگاری کردیم با کمک خود تو. یعنی تو یکی از پروسه عجیبی بود. اصلا تو موتیویت کردی منو. گفتی آقا برو که رپ نمیخوام. حالا در مورد من باید حرف بزنیم که چرا اصلا رپ نمیخوندی تو. آره خودش عجیبه. خیلی دلزده شده بودم که نمیتونم آهنگ آپلود کنم تو سانکلادم. یکی از کسایی که بهم انرژی گفتی آقا بکن این کارو فلان، تو بهم انرژی دادی، دمت گرم. نامه‌نگاری کردیم و یه سوالای عجیب غریبی هم چیز ازمون پرسید. گفت یه سری آهنگ آرشیو کردی. ما رو آرشیو کردی. آره واسه چه سالی بوده؟ نفر پنجمی که فلان سال آهنگ فلانتو لایک کرد کی بود؟ سوالا این جدی در این حد عجیب بود. آره بعد ما جواب دادیم. حالا ما جسته گریخته به همون اکانتمون رو داد و من پشمام ریخت. یه روز بارونی تو ماشین بودم یهو دیدم ایمیل زده میگه که آقا ببخشید مورفیوس افتاد. من ببخشید شما من پام ریم. آره بعد ببخشید سانتیادمون برگشت و من دیگه چیز بودم، میتونه دسترسی داشتم به آهنگام. خب چیزم توی سانکلادم خاطرم تو سانکلاد یکی از پلی ترین ترکاتم یکی از آره عرض به خدمت که ببین فضا خیلی فضای غمگین و خیلی ناراحت کننده. من خیلی کامنتای عجیب غریب گرفتم راجع به اون. تصمیم گرفتم آرشیو کنم دیگه. اوکیه دیگه. یعنی من دیگه الان به شدت اون نیستم
یا حالا حداقل به ظاهر به شدت اون نیستم. آره. چیزی که هست اینه که آخه اون چیزی بوده که بوده، یعنی من اینجوریم که اونم جزوی از سهیل، اونم جزوی از کریر سهیله و به نظر من یکی به عنوان یک دوست و مخاطب اینجوری هم که مثلا باید باشه، چون ما آدما بعدای مختلفی داریم دیگه. من خودم مثلا اخیراً حالا بعد این پادکست احتمالاً واسه بخونم کار خیلی 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 غمگین نوشتم و اینجوری هم که خب من آدم غمگینی نیستم واقعا اون به اون حدی که حالا تو اون آهنگ داره بیان میشه، ولی اون لحظه اونقدر غم اومد سراغ من که این اومد بیرون دیگه. من اینجوری هم که اتفاقا اصلا باید این دیده بشه که اون مخاطبی که داره من فریدو نگاه میکنه بگه اوکی فرید که انقدر فیلانه هم ناراحت میشه، پس ایتس اوکی منم ناراحتم. چه حال کردی چه انگلیسی گفته. آره ببین اینه که داری میگی درسته ولی خیلی دقیق نیست حقیقتا. خب چرا دقیق نیست؟ به خاطر اینکه آره راست میگی ما احساسات مختلف داریم، چه ایرادی داره که همه ببیننش. خب حالا فکر کردی که دقیقاً چه احساسات دیگه ای داریم؟ مثلا خشم هم داریم. بله. خب به نظرت خشم رو باید آدما ببینن؟ حالا اگه لازم ارائه بدی به نظر خب حالا باریکلا لازم ارائه بدی. خب فکر کن ما توی یه جایی از دنیاییم، یه زمانی از دنیاییم، چیز به نام موزیک نیست. تو چجوری میخوای ارائه بدی؟ میریم تو خیابون هم دیگه رو میزنیم باریکلا. خب منم همین میگم نقاشی بکشیم ولی در نهایت نه ببین آدما همیشه دسترسی به نقاشی ندارن که نقاشی که اولا که یه هنر درباری بوده، هنر گرون بوده نقاشی، مثلا هر کسی نقاشی نمی‌کرده. الان موسیقی هنر درباریه، میگه هر کسی نمیتونه موسیقی الان نه دیگه، ولی واقعا یه مدت یادم درباری بودن. آره دقیقاً اصلا تو وقت پول می‌داشت. اینم یه سوال اصلا اینکه به نظر وسط اون سوال هنوز جواب ندادیم، دارم این سوالو میپرسم. خب حالا حرف نداره، واسه موقع مهم هم نیستیم حرف میزنیم واقعا. چیزی که هست اینه که به نظرت برای اینکه دیده بشی نیازمند اینه که پول داشته باشی؟ برای اینکه آدم باشی نیازه که پول داشته باشی. اصلا دیده شدن که چیزته بحث جدا نه. آره اون که میفهمم، ولی برای دیده شدن برای دیده شدن توی موسیقی هیپ هاپ نیازمنده که پولدار باشی. این پول داشتن برای زنده موندن یه عدده، پولدار پول زیاد داشته باشی. آره پولی که بتونی خرج کنی، میتونه کمکت کنه. اگر خودت ممارست داشته باشی پولدار هم باشی میتونه کمکت کنه. مثلا درصد بخوای بدی استعداد به پول چقدر میدی؟ مثلا بگی آقا 90% پول کاراتو میکنه، 10% استعداد، یا برعکس میگه حتما باید استعداد داشته باشی، پول اصلا اونقدر جایگاه نداره. طبق صحبتی که ما 3 نفر من و تو فهم 2 هفته پیش میکردیم، هیچ کدوم ممارست جای این دوتا رو میگیره حقیقتا. چقدر پیگیری سبقت میگیره از اینا. آره یعنی میتونیم بگیم که 50% ممارست، اون 25% یا 30% داد که اصلا من خیلی چیز ندارم، ولی خب حالا پول کنارش شاید درصد بیشتری. یعنی کلا به استعداد اعتقادی نداری یا نه میگی تاثیر زیادی نداره؟ به استعداد در حدی که توی چه میدونم یه چیزی توی دی ان ای من باشه یا توی کودکی من گذشته باشه اعتقاد دارم، ولی چیزی که استعدادی که توی عام معروف شده نه اعتقادی ندارم. یعنی اینجوری نیستی که مثلا دارم میگم بتوون استعداد موسیقی داشته، میگه بتوون یه ممارستی داشته، یک خانواده پولداری داشته، مثلا موتزارت خانواده‌اش پولدار بودن، مثلا نمیبینم که استعداد داشته باشه، ممکنم داشته باشه. من خودم اینجوری ام، یعنی منم باهات موافقم. من اینجوری ام که میگم 90% دقیقاً ممارست، 90% اون هزینه‌ایه که بهاییه که در واقع پاش میدی، حالا چه مالی چه زمانی و چه جانی. 10% میشه استعداد. یعنی 10% رو اگه تو داشته باشی به علاوه ممارست و هزینه‌ای که آره دقیقاً هوش و استعداد به علاوه اون هزینه‌ای که داری میدی میشه 100%. اون موقع دیگه میشه سنگ تموم، یعنی میشه دقیقاً میشه موزارت، میشه بتوون. حالا اونا هم شاید بقولی استعداد اصلا نداشته. ممارست میدونی چیکار میکنه فرید؟ یه عضلاتی از مغزت رو قوی میکنه. اصلا یعنی شاید تو
به یه جایی از قدرت باید برسی تا یه استعدادی شکوفا بشه. یعنی تو باید 10 سال حالا به طور مثال یه کاری رو انجام بدی تا یه استعدادی شکوفا شه. مثل سنگ تراشیدن میمونه، مثلا مثل چاه کندن میمونه. شاید تو استعداد چاه کندن اولو بزنی تا اون موقعی که به آب میرسی، قبل آب. اون موقعی که به آب میرسی تازه میفهمی چقدر استعداد داری توی چاه کندن که به آب برسی. تا موقعی که به آب نرسی که ممکنه اصلا سرد بشی. و به نظر تو دلیل این که دیگه رپ نخوندی همین بوده؟ یعنی هی زدی به آب نرسیدی و ول کردی یا نه دلیل دیگه ای داشت؟ خیلی کودکانه بود که میشه گفت بیانش کرد. ترجیح میدم نگم. ترجیح میدی نگی. میشه گفت. ترجیح میدی الان یا بعدم بگه. ولی الان هدفت چیه؟ اینو به من بگو. الان من بگو، تکلیف ما رو مشخص کن. ما سویل سرب خواننده رو خواهیم داشت در آینده، یا سویل سرب آهنگساز، یا سویل سرب جفتش؟ یعنی سویل سرب یه بیت میزنه دیگه، خودش روش میخونه، خودش هم میکس میکنه و فعال میشه، حداقل سالی 5-6 تا ترک از سویل سرب قرار بشنویم، یا نه یا برنامه دیگه ای در حال حاضر تو ذهنت داری؟ اسم میکنم همین الان تازه داره بهش فکر میکنم. نه جان من یه چیزایی میدونم. آره که ببین فهم، من بیشتر حقیقتا دارم به مارکت اون، با مارکت اونور دارم ور میرم. نمیدونم چقدر جواب بده. اوکی راحت باش. با مارکت اونور دارم ور میرم ببینم چی میشه. توی پروسه در واقع توی آهنگسازی یا فعلا فقط آهنگسازی داره. یعنی برای همون رفتی سمت یوتیوب و بیت استارز و اینا. آره. یعنی در حال حاضر هدفت بیشتر روی آهنگسازیه، یعنی تمرکزت در واقع فقط آهنگسازی فعلا. آره. یعنی فعلا ولی امید نداشته باشیم ترک بدی. چرا میکروفونم برسه. سفارش دادی راستی؟ هنوز نه. با سفارش بده دیگه. یا میکروفونی داره میگیره ایران تصون بعد ایران اوله، بعد منچستر اوله. بیاد میکروفونم من نمیتونم نخونم، میدونی. آره یه کرمی داره اون، ولی شاید دیگه مثلا چه میدونم سالی 2-3 تا نه بیشتر. آره آخه جلوت باشه یکی به این مقصد، مثلا وقتی بیت داری پرودیوس میکنی یه دفعه یه بیتی داری میزنی، آره دقیقاً یه بیت میاد، بعد اگه مثلا حال میکروفونم بغلت باشه میگه حالا اینو بنویسم اینم بگیرم حالا بدم بره دیگه. ببین من نمیدونم چی قراره بشه در آینده، ولی در حال حاضر میدونم که هدفت اینه که بیشتر بری سراغ آهنگسازی و سعی کنی که توی عرصه بین‌الملل و فراتر از فرامرزی در واقع عمل کنی. خیلی عالی سوهیل. ما میریم برمیگردیم یه برنامه میریم با فهم میاد اینجا با حرف میزنه یه سری کار چه خوب. خوبی سوهیل، عالی. خدمتتون عرض کنم که ما قراره این قسمت شما رو به چالش بکشیم. اگر جسارت نباشه شما بزرگتر ما داداش کوچیکتم. حرفا چیه؟ شما خودکار رو بی زحمت لطف کنید برداری در رو میز. این وقت که جدی میشه شما نقاشی میکشی دستت از روی کاغذم بر نمیداری، صحبت میکنی اینجوری که نقاشی کنی صحبت کنی منو نگاه کنی. شما نقاشی تو میکشی حین اینکه داری صحبت کنی. آقا این چرا مولتی تاسکی؟ اینو بعدا میفرستیم مال شرکته. و با ما صحبت کن. شروع کنی شما نقاشی بکشی. شروع کنم 8 تا 10 دقیقه هم زمان. 8 تا 10 دقیقه است تا فرجان این چیز خوشمزه براتون بیاره که نوش جان بفرمایید. خب شما داشتید میگفتید که ترک خاطره رو پاک کردید چون تاثیر بدی شاید بذاره یا مثلا یه فضا غمگینی رو منتقل کنه، دوست ندارید این فضا منتقل بشه، درسته؟ بله. میخوام ببینم برداشت من از این صحبت درست بوده. بله. خب منم همونطور که خودت میدونی منم همچین آهنگای مینویسم کلن. بیشتر ترکایی که مینویسم حالا غمگین نیست واقعا، ولی خب اون حاله رو شاید بده بهت. میخوام بهت بگم که از بحث هنر، از لحاظ هنری اگه نگاهش کنی این به نظر این صحبت توجیه پذیر نمیشه. یعنی اینکه حالا میتونی به عنوان شخص یعنی بگم من دوست ندارم این ترک رو پخش کنم، ولی خب ما میخوایم تعمیمش بدیم به کسایی که از این نوع ترک ها دارن پخش میکنن
اونم آرت دیگه، مینی آرته. حالا یه بخشیش درونیه، یه بخشیش هم اینجوریه که تو میخوای یک مفهومی رو انتقال بدی، یا مثلا نه یه چیزی که اصلا تو وجودت نیست رو انتقال بدی، تولیدش کنی. خواستم اینم نظرت چیه؟ یعنی اینکه من میخوام فقط وایب خوب برسونم، یا نه من میخوام هنر تولید کنم که این هنر تولید کردن منم ممکنه وایب غمگینی داشته باشه و فکر نمیکنم اصلا داری اون فیلتر میکنی اون وایب غم رو تو خودت وقتی داری این کار میکنی. فکر نکن شو نقاشی تو بکش همزمان که فکر میکنی. چرا همه منو میکشن؟ خب داستان اینه که تو هر کسی از هنر یه خواسته ای داره دیگه، یک برداشتی داره، اصلا یک برداشتی داره و یه خواسته ای داره. حالا من درست. به نظر من خواسته ایه فرد در مورد هنره. درست. خواسته من از هنر چیزی متفاوت از اون موزیکه و همین، یعنی یک رسالتی برای خودت در نظر گرفتی. بله. رسالتت چیه؟ میتونم بپرسم؟ میتونی بگی به تو ربطی نداره، خیلی راحت. نه آخه به تو ربط داره، اگرم بگم جلو دوربین گفته چون قطعا تأثیر میذاره روی ارتباط ما دیگه. بله. ببین رسالت من از هنر خیلی شاید چیز باشه، خیلی چونی بازی باشه، فوش نمیشه دا راحت باش سانسور. ولی خب هر کسی دوست داره که یه جایی برسه. من الان در حال حاضر جوریه که وقتی آهنگسازی میکنم اولین مخاطبم مادرمه، جوریه که مامان گوش میکنه لذت میبره فلان، حتی ترکایی که فوش دادم هم گوش کرده، حالا چیزی نگفته. زیر سیبیلی. آره. بعد گفته تک و توک ولی حالا زیاد چیز نبوده. پسرم فوش نده این چه کاری؟ نه اصلا یه بار گفته که این سولی تویی اینو گفتی؟ گفتم آره ماما. چه شرمندهش که. بعد عرضم به خدمتت که شادی حاج آقا، شادی چیه میشه؟ رسالت توی هنر تو میگه آقا من دوست دارم انتقال شادی بدم و اصلا کسی هم نمیتونه بهت خورده بگیره. نه لزوما. نظر من آره. من زمین من به شکل بازی نگاهش میکنم کلا، حالا اونقدر جدیش نمیکنم حتی تو من اصلا کلا پیشرفته ترین بحثاش. باریکلا. اصلا کلا من قضیه رو تا جایی جدی میبینم که آسیب زننده باشه. اگر آسیب زننده به واضح آسیب زننده نباشه اوکیه. به قول تو هنر دیگه. هنر یعنی چی؟ یعنی که تو کسخلی دیگه، تو نشستی. آره واقعا. ببین واقعا همینه. من مثلا یه برهه‌ای که چیز بودم خیلی مثلا هی میرفتم این ور، میرفتم پیش فلانی، میرفتم استودیو نوجوانیا، همیشه یه انقدر برگه شعر همیشه همراهم بود، تو جیبم برگه بود فلان بود. مامانم میگفت چیه مثل مدعا همش یه برگ شعر دستته میری بر میری اون ور، تقلبم میکنه ببین خطر رو هی میره و هی برمیگرده. خب دیگه گفت دستو ور نداره دیگه. اوکی. آره. دستو ور نمیده. بعد عرضم به خدمتت که اینجوریه دیگه. هنرمند به نظرم هر کاری که دوست داره میتونه بکنه، ولی آیا ببینه که با منش خودش جور در میاد. حالا من مثلا آهنگ غمگین که میدم، تو اون آهنگی که دادی کاورشو با فرید عکس گرفتیم اسمش چی بود؟ سلامو میگی؟ اون آهنگ. آره
ای وای. آره خب اون چی؟ اون مثلا وایبش اینجوری نبود که خیلی شاد و شنگول باشه، ولی خب از طرفی محتوای میدونی من فکر میکنم، حالا من که میفهمم تو چی میگی چون زندگی کردیم ما با هم. تو میگی من نمیخوام یک وایبی رو انتقال بدم که آقا تو بشین سر جا دیگه همه چی به فنا رفت و آی چقدر بدبختم، آی دنیا وایسا من میخوام پیاده شم. آره اینا رو من دوست ندارم برای خودم بگم. برو درسته. مرسی. چون اینم اینجوری بود که آره مثلا زندگی سخته ولی خب من باید دووم بیارم دیگه. اصلا غمگین نبود این ترک. آره اون وایبه که میگیری شاید شاد نباشه ولی غمگین هم نبود. میگم آقا من خیلی از چیزا رو اشتباه میکنم ولی دیگه کجاشو بکشم. چی بکش؟ آره این همه دیسه کلاق بکش اینجا، آسمون بکش، نه بردار نوک ممهاش منظورم این که جیبش کجاش میشه لخته. کلاق بکش، کوف بکش، نه دستتون کاغذ برداری. خب پس چی میگی؟ من دهنم سرویس شده. نه منظورم این که نه دیگه تا انلاق برداشتم این یه چالش مضاعفی شد. آره میفهمم چی میگی. من خودم اینو حس میکنم و برام پیش اومده این چالشو. منم داداشم شنوندمه، یعنی هم شنونده هم تاثیرگذار روی کارهایی که می‌نویسم. بعد گهگدار خب آدم میاد تو ذهنش میگه آجی اصلا دنیا وایسا من میخوام پیاده شم، فکر میکنم که داداشم اینو میخواد گوش کنه. باریکلا. میدونی میگم تو همه رو فکر کن داداشاتم. آره دقیقاً همینطور. خیلی جالبه، خیلی خوبه. بسته تموم باید نقاشی این فاخرترش نکن. خونه رو کش نمیشه بستنی قیفه داشت دستم رو بر نداشتم محدودیت. این یکی از آثار فاخر نقاشی ایران میتونه باشه. نمیگم هست، میگم میتونه باشه. اهل فنش نگاه کنن ببینم نگاه نکنه. اهل فن حالا ما اینو نشون میدیم ببینیم میتونیم بدون اینکه دستتون آدمای عادی نگاه کنن. عناب و جهنم هل و آره گفتم بیارم بزنیم دو هم تهش هم عناباشو میخوریم. آره صفا. من خودم این کارو خیلی میکنم سر کار. عناب میندازم تو آب جوش میذارم مثلا نیم ساعت دیگه هم آبشو سر میکشم، تهش هم عناب رو میخوری و صفا باش. 5 تا فیلم بگو. نه اول 5 تا موزیک بگو. ببین من یادداشت کردم موزیکو ولی چون ما با بچه‌ها میگیم قبلش که البته گفتم هم قبلش چون من میگیم اصلا فیلم نمیبینم خیلی کم. فیلم‌ها رو یادداشت. گادفادر رو ندیده. گادفادر رو به زور بچه‌ها دیدم. خیلی فیلم‌های زیادی ندیده. کلا فیلم باز نیستی. من میشناسم آدمایی که زیاد فیلم نگاه نمی‌کنن. حوصله‌ام نمیکشه فیلم. ولی موزیکای خوبی رو براتون دارم. اینا موزیکه. آره من داشتم میگم چرا هیچ کدوم این کارگردانا رو نمیشناسم. بعد رسیدم به جیمز بلیک گفتم آها کارگردان نیست اینا. و بگم بله خفن ترین موزیکی که تو زندگیم شنیدم بیروت ابراهیم معلوفه. واقعا از اون خفن تر برای من نیست. من معرفیش کردم. نه ابراهیم معلوف آقا معروفه. اونی که من تو شنیدیم از بیروت لیبریروت اینا گوش دادیم. بعد عالی شد. صد نایت داینامیتو مثلا شما به معرفی که کیل شاتش فوق العاده. به خاطر اینکه یه تکنیکی توی سامپلینگ داره منو میبره با خودش. این کردیتش برای شالو احمد. آره شالو احمد معرفی کرد. صد نایت داینامیت خود آلبوم صد نایت داینامیتو به نظر من 300 بار گوش کنید. خیلی خفنه خدایی. یعنی مثلا میتونم بگم 4-5 تا ترکش واقعا طلاست. یعنی اینجوریه که من خودم 100,000 بار اون موقع که شناختمشون گوش دادم. بعدی یه خواننده که هم عربی میخونه هم فرانسوی. آلبومشو توی خونه مصطفی گذاشته. فکر کنم یادم یه چیزی. اسمش امل مسلوسیه. اسم آلبومش بعید میبینم درست تلفظ شده. هودونه. نه انگلیسیشو نوشتم که درست تلفظ. اسم خودش هم هودونه. هودون. بعد عرضم به حضورتون که یه موزیک دیگه هم که اینجا خیلی صفا کردم. Life is not the same.
جیمز بلیک. باز این آلبوم جیمز بلیک Friends That Who Broke My Heart بود اسمش. واقعا این آلبوم برید اینم 100 بار گوش کنید. تو اینم واقعا 4-5 تا ترک گلد هست. یعنی اینجوری که باز چرا انگلیسی حرف میزنی؟ خجالت بکش. کردیتش نمیزه تو جیبم. کردیتش وستوه؟ ای بابا. من ولی به این معرفی کردم. من از تو شنیدم. حالا یه دونه هم من میخوام به تو معرفی کنم. به به. آره. 21 پایلوتس. خب نشنیدم. خیلی معروفن. ترک هیتنز. نشنیدم. صفا میکنی فرید. پدسگو. آره. فوش میدم. 2 هفته است من قفلیم رو این و اصلا چیز نداره، خیلی مینور نیست مثل بقیه اینا، خیلی ماژوره ولی من اینکه نفهمیدم چی گفت. یعنی لیستی درست میکنی از این آهنگایی که از آدمای مختلف خب یکیش آلبومه ها، بذارید همه رو بذارید. مشکل کدومش آلبوم بود؟ همین که گفتم هم عربی. هم اون کل آلبوم رو گفت. من فکر کردم یه ترک از اون آلبوم رو گفت. فیلم چی؟ فیلم ها یه فیلم بگو دیگه. مثلا اینسپشن نولان مثلا خیلی بهم چسبید. به به فیلم قشنگی. یه فیلم ایرانی رو به زور محمد خفتم کرد. پیکار. آره پیکار. گفت بیا خونمون یه دقیقه کارت دارم. بیا بریم کارت دارم. بس فکرم 4-5 سال پیش. نامجو بازی کرده. چند کیلو خرما برای مراسم تدفین. ندیدم. حاجی نامجو اصلا نمیدونستم فیلم بازی کرده. آره حاجی فیلم بازی کرده. آره خیلی داستان عجیبی داره. دیگه چی؟ یادت میاد؟ دیگه داداش یادم نیست دیگه. چنل یوتیوب چی؟ چنل یوتیوب میتونی چنل یوتیوب معرفی کنی. چنل یوتیوب معرفی کنم. مستند، کارتون، پاندا کنفو کار. خب عالیه. یه سواله که یه جایی به بعد من به ذهنم رسید که از اکثر بچه‌ها میشه پرسید واقعا این سوال اینه که ایران میمونی یا میری؟ یعنی تصمیمی داری واسش؟ تصمیم که ندارم ولی بعدم نمیاد مثلا یا برهی برم. دوست دارم یه جوری برم که بتونم برگردم. یعنی خیلی دوست ندارم که بری دیگه بر نگردی نباشم. آره بخوای بری مثلا چجوری میری؟ کاری میرم. کاری هم مهندسی و فیلم. یا موزیک یا کشور مد نظرتون؟ ببین من بیشتر مد نظرم اینه دنیا رو بچرخم. یعنی خیلی مد نظرم این نیست برم یه جایی بشینم زندگی کنم. آره ولی در نهایت اولش حداقل باید یه جا سکنا بگزینی که برای سکنا گزیدن ترجیح همین از تهران برم. آها یعنی جدا از این که از کشور خارج بشی یه چیزی هم تو ذهنت هست که از این شهر جدا بشی. این شهر برم یه شهر دیگه، یه شهر روستایی. آره. یه شهر روستایی قشنگه. یه جای روستایی کم جمعیت باشه من اوکی ام. از اونجایی که کویری دوست داری؟ کویری دوست دارم. یزد دوست داری؟ یزد دوست دارم. از خارج رسیدیم کف آمستردام رسیدیم یزد مثلا یه دفعه. از یزدم تفت رو خیلی دوست دارم. تفت چون خیلی تفت میدم. توی پروسه کاری توی هیپ هاپ، حالا چه آهنگسازی چه رپ یا چه هر چیزی، خاطره ای چیزی داری که بتونی مثلا تعریف کنی؟ مثلا بگی فلان کار فلان اینجوری شد یا جالب ترین اتفاقی که مرتبط بود با حوزه رپ و اینا پریروز بود. آره چه عجیب. خیلی عجیب. یعنی این همه سال تازه پریروز جالب ترینه شد. قبلش هم تو با حال مطمئنا افتاده بود. آره این هم یادمه خیلی واضحه، هم چیز هم خیلی جالبه. من خونه بودم و دوستم حالا یه چیزی سفارش داده بود، پیک آورد دم در و من رفتم تحویل گرفتم. یارو رفت پایین دوباره زنگ در رو زد. دوستم جواب داد، دیدم گفتم چی شده کیه؟ بعد دیدم داره میخنده دوستم. گفتم که به چی میخندی؟ گفت بیا یه دقیقه خودت صحبت کن. دستتو بیا پایین. آره گفت بیا یه دقیقه اففو داد به من. گفتم جانم. گفت داداش شما سهیلی؟ گفتم بله. گفت کار موزیک میکنی؟ گفتم
بیا بالا یه عکس بگیریم. گفت داداش من دنبال میکنم. گفتم ردیف داداش بیا بالا. اومد بالا جلو در خونه عکس گرفت، گوشیشو گرفت اینجوری. بعد من داشتم میخندیدم، اون خیلی جدی سیسو گرفت و خیلی هم پسر باحالی بود. سیسو گرفت و آماده بود که پست بذاره دیگه. اصلا اول رفت تو اینستا، بعد اومد بیرون رفت تو دوربین. گفت نگهش دارم. بعد اینجوری کرد، گفت نه ولش کن. گوشش سلام داداش اگه داری میبینی سلام میکنم. بعد خیلی عجیب بود واسم، جلو در خونمون کسی تا حالا با ما عکس نگرفته بود. سر کار شناختنت تا حالا؟ باره سر کار شناخت. عجیب ترین جایی که شناختنت یاده؟ عجیب ترین جاش همین بود به نظرم. نشونم فهمید یا من یه بار سر کوچه همین سر کوچه نونوایی هست سنگکی از سوپری اومدم، فکر کنم به تو گفتم اینو. از سوپری داشتم میمدم، سوپری که بالا سنگکی ها میومدم که بپیچم تو کوچه، یه دفعه پسر با 206 اومد گفت آقا فرید. من آقا گفتم این تو این محل هیچکی منو نمیشناسه، هیچکی فرید اصلا غیر عادیه. من برم یارو اصرار داشت فرید، گفتم جانم، گفت فیلان یه حرف سا گفتم مادم تو کوچه. یه دفعه اومد تو کوچه بنده خودم سلام علیکی کرد و گفت ما بچه محلیم فیلان. مثلا این عجیب ترین بود. من خیلی پاره با چیزا داشتیم که شماها اینجا بودید، من با محمد پیکار با موتور داشتیم میرفتیم پیش خلیج فارس. باریکلا خلیج فارس، دریای خلیج وسط راه بنزین تموم کردیم. خب بعد محمد هم مثلا اینجوریه که مثلا به باگ میخوره یه ذره کلش هم یه ذره اینجوری میشه، موتور رو برداشته رفته. یکی دیگه مثلا موتور رو برداشته بود مثلا اون بنزین نزده فلان. بعد داشتیم وسط اتوبان مثلا چیز بودیم، بینام فتح بودیم، موتور بنزین نداشت، دنبال موتوری بودیم خف کنیم، یه 206 با سرعت رد شد. من نفهمیدم. محمد گفت شنیدی جاکش داشت آهنگ تو رو گوش میداد، ما بنزین وای 206 که با سرعت افت تقریبا 6-7 ماه پیش رد شدی. جاکش بنزین بده بهمون. حواست به بغل خیابونا باشه لطفا. ممکنه اون آدم اونجا لاکار بود. تازه 2 تا هم بود، یعنی هم محمد پیکار میدیدی هم سلسال رو میدیدی. اینم جذاب، اینم جالب بود واقعا. خیلی خوبه که عالیه. خیلی خوبه که نه که میشنوی آهنگ توی ماشینا پخش میشه. اولین باری بود که منم نشنیدم، بهم گفتن. خیلی من تو ماشینا موقعم نشینده بودی. منم نشینم تا الان، بهم گفتن. من اسم میگم دروغ میگم، نمیدونم چی معنی بود. واقعیت اینه که خب مثلا من حال راجع خودم حرف میزنم، معروف نیستیم که. آره دیگه میگم اصلا من اصلا جذابیتش تو ماشین اصلا یه عجیب واسه باز تو هنس فریم. نه واقعا نه چیز نمیکنم. سال بعدی چی بهش میگن، تواضع نمیکنم. مثلا با فرشاد بیرون نمیتونی بری، آره بامداد بیرون نمیتونی بری. بامدادم میشناسن واقعا. آره دیگه ما واقعا عدد فالوور معلومه دیگه. آره. یه سوال ازت میپرسم، من میرم از نفهم میاد باهات یه کار خیلی خوب دارم. سوالیه که خیلی جذابه. من خودم این سوالو دزدیدم، کپی کردم، نمیدونم چی بگم، یادم نمیاد ولی یادم تو اکسپلور اینستا بود. اگه یه بیلبورد بزرگ بهت بدم که وسط اتوبان یا مثلا وسط میدون انقلاب یه خیابون خیلی پرتردد خیلی شلوغ یه بیلبورد بدم بگم واسه این بیلبورد واسه شماست، حالا روش میخوای عکس بچسبونی، میخوای روش جمله بنویسی، هر کاری میخوای بری اونجا وایسی، میخوای بری موز بچسبونی روش، هر کاری میخوای، این بیلبورد مال تو، چی کار میکنی روش می‌نویسم که نه زندگی اونقدر جذابه نه مرگ اونقدر دردناک، آروم باش. آدم ها خیلی از کارهایی که میکنن به خاطر ترس از مرگ و جذابیت زندگی. دقیقاً.
بعد میگم مثلا این جمله اینجاش عجیب بود برای من که تو اگه اینو درک کنی واقعا نه زندگی اونقدر جذابه که تو از مرگ بترسی، دهن همه رو بگاهی که مثلا یه 2000 بیشتر گیره پول بیشتری در بیان، فلانیو پله کنم، فلان اونقدر حالا نه انقدر میترسی که بمیری. مرگ تموم میشه دیگه، خاموشت میکنه تمومه دیگه، اونقدر دردناک نی. خیلی قشنگ بود. مرسی عزیز. فدات بشم. عزیز باز بخور بقیه‌اش نه بخور. نه خوبی یادتونه شما خوش گذشته بهت؟ آره واقعا آره. اوکی حالا توی این آیتم من آدما یه سوالی رو میپرسم که یک هدفی داره پشتش. حالا شاید حال کردم باهات و آخرشون هدف رو بهت گفتم. بزرگترین شکست زندگی چی بوده و اینکه درسی که از اون شکست گرفتی؟ بزرگترین شکست زندگیم چی بوده؟ آشنایی با فرید. نه واقعا نه بابا. که کوچیک بوده. بزرگترین شکست زندگیم رو نمیتونم بگم، یه دونه قبلیشو میگم. رتبه دومشو میگم. فوت پدر بوده و درسی که ازش گرفتم. یعنی فوت به خاطر تو بوده؟ نه تو توش دخیل بودی که شکست خودت بود؟ نه لزوما نباید تو دخیل داشته باشی، یعنی دخیل باشی. شکست اینجوریه که یه موقعی که ورشکسته میشه بازار بالا پایین میشه، ورشکسته میشه، خودش دخیل نیست ولی شکست خورده. شکست خوردم اونجا و 2 تا کتابخونه درس گرفتم. یعنی خیلی دانشگاه بود، خیلی دانشگاه بود. اینکه یه درس بهت بگم و گلشو بخوام بهت بگم، این بودش که قدر بدونم تا وقتی آدم ها هستن. اصلا ممکنه بره خارج. من یکی از رفیقام چند وقت پیش بعد از 5 سال از بیرون ایران اومد دم در خونمون، اصلا پشمام ریخته بود. وقتی دیدمش فهمیدم وقتی نیست چی بود. دیدم من فکر کردم تو دیگه نیستی. و یه درس دیگه هم که گرفتم این بودش که آدم ها ممکنه نباشن دیگه، باش کنار بیا. آره دیگه خیلی زندگی جاریست، همچنان ممکنه هم جاری نباشه ولی خب آدم ها میرن. آره خیلی عالیه عزیز. الان که شکست خوردن نظرت کلا راجع به شکست هم میتونم بپرسم؟ یعنی دوست نداری شکست بخوری؟ حالا فارغ از این شکست های این چنینی، اونهایی که خودت دخیلی توش، یا شکست رو یه پروسه ای از زندگی، یعنی به این مرحله رسیدی که میگه آقا شکست جز زندگیه؟ من نظرم اینه که چون دیدم تو بازار، دیدم کسی که بهترین کاسبه کسیه که ورشکسته شده و من قطعاً با تمام وجود اصلا هر کاری رو شروع میکنم که برم شکستاشو بخورم تا یادش بگیرم. عالی بود عزیز. خیلی خوشحال شدیم که به برنامه ما اومدی. امیدواریم که خوشت اومده باشه. تو هم خوشم اومده. چرت و پرتای منو مدیری میگم دمت گرم. خوشم اومده. دمت گرم عزیز. عشقی دوست دارم. عزیز. خدا تموم شد کلا. خداحافظ.